سلام بچه ها، چطور شما؟ با یه بازی دیگه در حرف نزنیم بریم سر صورت بازی. اسم بازی هست The Plant Shop، مغازه گل و گیاه فروشی. بریم بازیش کنیم. روز اول روزیه برای امروز روزیه که من خیلی بسش منتظر بودم. اوکی، چه اتفاقی میفته؟ همه سالها داشتم سیوینگ آپ میکردم و این ماها دارم همیشه آماده میکنم. اوکی، بالاخره دارم مغازه گل و گیاه فروشیمو باز میکنم. او مبارکه باشه ما این چه مبارکه بچه. گل و گیاه فروشیمون اینه چی نوشته؟ اوپن د شاپ. اوکی، مغازه رو باز کنیم بچه. که مغازه باز کنیم. دو بچه بود لعنتی ها دارم رفت که کلید رو از ماشین بردارم بیارم. چقدر حواس پرتی ما. فکر میکنم که فقط استرس روز اوله. آره میدونی چیه، واقعا منم استرس دارم. نه بچه نه در باشید. روز خوبی داشته باشی. در ببند. در رو نمیبندیم، پس هر کی اومد تو میتونه بیاد ما رو بکشه. بریم اینجا. چون تو زوم کنی تو زوم نمیخواد، زومش بده چقدر. بذار من برسم. سلام، روزا هستش. ساختمون از ساختمون همشتری شنیدم که شما بیزنستون امروز صدا شروع کردید. آره اگه بذاری. من فقط میخواستم که براتون روز خوبی توی سر کار روز اولتون رو چی کنم، آرزوی خوب براتون کنم. اسلو موشن نشد دسته، یه لحظه اسلو موشن شدم. همچنین یادم رفت که یه سیو بهتون یادآوری کنم که شما درباره اینکه شما اینجا رو اجاره کردید. من اینجا اجاره نکردم بچه، مغازه خودم. من چه خریدم خانم محترم؟ چی میگی شما؟ شما کی هستی؟ میگه اتاق پشتی ساختمون قفل هستش. اون کسی که اونجا اجاره کرده بود قبلا کلیدو عوض کرده و باش هر چه تماس میگیریم جوابمون رو نمیده. بشکون قفلو که حالا نه، ولی قفلو بشکون. به من زنگ بزن اگه چیزی نیاز داشتی. خدافظ. سعی فقط همین رو یادآوری کنی. خودم میفهمیدم دیگه. بچه‌ها که ببینیم باید کجا هستیم مثلا. ببینیم کجا هستیم. وای نمیتونیم بچه‌ها بریم بیرون. همونجا گیر افتاد، همونجا قراره تلف بشیم. اینجا باشه آشغالیه. این چیه؟ این برای آب دادن گل سفید. و این چیه؟ گل آب بچه. این گل بنفش مگه نیست؟ نمیدونم این چیه. گلدون شیشی مثلا ندیده بودم. اوکی، همین فقط چند تا این چی داریم. این چیزه که چی دیگه. نه چیه؟ سینیه همون بشه توش میذاریم همین چیزا رو. مثلا سینیه که ما باید توش بذاریم وسایل و گل درست کنیم. گل دارم پشت سرم. نمیتونی زنگو بزنی. زنگ واسه چی گذاشتم اینجا؟ زنگ رو میبینی؟ باشه یه تخته نشو داره اینجا. گل مساوی با گلدون و آب و ایکس فلاور، یعنی هر تعداد متغیره بچه دیگه. ایکس متغیره دیگه. کلاس میگه ششم کلاس میگه هفتم نخونی میگه ایکس متغیره. نه تو ایسا بهتر شدم. آره اسم ایکس متغیره. سلام، اوضاع چطور پیش میره؟ اگه بذارن داره خوب پیش میره. یه خانمی پیش پای شما این زنگ زد. ببین یعنی روز منو خراب کرد. گفت در پشتی قفله، نم صاحبش یه داستانی اصلا شد که اول روزم. پس اینجاست مغازه جدید گل و فروشی. چه سوال عجیبیه. تو توش وایسادی و داری من نگاه میکنی. برای چند تا گل اومدم اینجا برای که بزنم توی دفترم. چه گلی میخوای دقیقا؟ یه دونه گلدون با 2 تا گل آبی میخوام لطفا. چشم.
همین الان در سایه براتون حاضر میکنم. یه لحظه شما باشید. چی میخواستیم بچه ها؟ گل. اوکی، اول گلدون، آب. اوکی. و گل. 2 تا گل گفتی آبی. 2 تا اینجا میشه 2 تا؟ مثل اینجا میشه. بفرمایید. من یه دونه بفرمایید ازون گذاشتم اینجا آقا. برش دار. بپس چرا زنگو بزنم. من خود چلاقی حتما باید زنگو بزنم تو بفهمی. مرسی. این همون چیزی که دقیقا میخواستم. مطمئنم که یه روز دیگه برمیگردم شد میبینمت. اینم انعامت برای که خیلی سریع بودی. 5 پوند. مرسی. بعد مرسی. واقعا ممنونم. همینجوری سرو کن کاستمر ها رو، مشتری ها رو. میگه خیلی با دقت حرفشو گوش بده که چه. بذار من بخونم. نذاش بخونم. یه مشتری دیگه. سلام آقا، چه کلاه قشنگی واقعا ده. باشه زنگو میزنم. من نشنم، ببخشید من بگم با مشتریش من خیلی بد برخورد. این واقعا تقصیر از خودمونه. یه لحظه. اوکی. این بچه‌ها میتونه توی تصویر بالا ببخشید. من بهتر شد نه؟ اوکی. پس تو دختر جدید. من دخترم. چشتو باز کن ببین. واقعا من دختر. چرا این داره من اذیت میکنه واقعا. تو همه ویدیو داره میفته. من دخترم الان من دختر جدید. بله من دختر جدید هستم. اسم نازی هستش. یعنی کلثوم اکبری. توی سن تو من بودم. من داشتم به بابام کمک میکردم که توی مزرعهش سیب زمینی ها رو بچینه. الان منم شغل تو رو دارم. فقط به جای سیب زمینی ما گل داریم. الان من مزرعه خودمون دارم و من دیگه که مسیف. میگه خودم عادت دارم به اینکه چیز دیگه به این کارا رو بکنم. چی کنم؟ مزرعه داری کنم. یه دونه بهم گلدون بده و یه دونه گل آبی و یه دونه گل سفید. گل آبی، گل سفید. باشه آبی هست میدونم. آب. بفرمایید آقا. اوکی. بگی آقا. همسرم عاشق این گل هاست. به من چی؟ من شغلمو دارم. زن تو اصلا مرد نداره. تو منظر میرسه که یه دختر خوبی باشی. اینو بگیر. چیه؟ اونها تازه رشد هستن از مزرعه من. ممنون. به کسی نگو که به کسی نگو ولی اونها یه رازی دارن که اونها رو سریعتر رشد میکنن. بیا اینم انعامت برای اینکه خیلی سریع بودی. انعامم نیست. چرا هم میگن انعامته ها پول داری میدی. پول گلمه. پول گلمو داره ببینیم که انعام من دیگه مثلا صدق سریع هم من میذاری چی؟ حالا میتونم گلها رو اینجا درست کنم. اوکی گل. اول گل میریزیم، بعدا خاک میریزیم، بعدا اون دونه رو میریزیم، بعد آب.
پلنت پات ببخشید همون گلدون کی سلام دوباره روزا هستم. روزا به خدا بلاکت میکنم روزا. فقط یادم میاد که من یه وای فای جدید توی ساختمون نصب کردم. میخوای بکنی ببری از من، یعنی میخوای بکنی ببری از این ساختمون. حتی یه ساختمون نیست، سازه هم نیست، اینجا یه مغازه است. بگو دهن مزخرفت عادت کنه مغازه. تو باید قادر باشی که بتونی از اون استفاده کنی در کامپیوتر که چیزا رو آنلاین بخری. خیلی ممنون که داری حقو به من میدی، ولی چیزی از من دارم، همیشه دارم من خودم. همین، خدافظ. کامپیوتر چیزی لازم بچه ما نداریم، همه چی ما داریم. بیا ببخشید فقط مثل جنس داری. آره گل قرمز میخرم بچه بجاش. کدوم میخرم؟ آها اوکی. سلام آقا. من معذرت میخوام، شما خانوم هستید. سلام خانوم. یه فروشگاه گلف چه آشغالی، قیافت آشغاله. چی داری میگی؟ من یه کمپانی دایرکتور، یعنی همون چیز بچه ها دیزاینر هم چیزایی، و توی تایم استراحت هم هستم. درک تو تایم استراحت هستی و برین اینجی به من تایم اونجا تلف نمی کنم که بیام گل مول بسازم. یعنی اینقدر چوسی، یعنی زود باش. من متاسفم برای تو. به من یه دونه از اون گل ها بده. همون گلاشم بهمون داد مرده، اسمشون نمیدونم بخونم، کالاسیا خب چیزایی به من بده، ولی نه از اون چسی فلاورز ها لطفاً. اوکی لطفاً هم نگفت، گفت باشه. با من درست صحبت کن وگرنه همین گلدون میاد تو سرت خورد میشه. بیا جلو بینم، بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو، جرأت داری بیا جلو بینم. بچه چجوری بچه بود؟ خب بچه ما اینو گذاشتیم گلدون، گذاشتیم خاک نه این نیست، نه خاک. اوکی همون گل و آب بود دیگه. آب دیگه ببر. به سلامت. من سریعتر تمامش میکردم اگه اونجا تو بودم. بیا جای من وایستا، بیا جای من وایستا، بیا. در بالا، در همه اینها، در بالا همین در کل خیلی کندی. تو سریعی باشه بابا. کلاس ما چیزی بشه نیاز نداریم. چی شد؟ اوکی گل که خریدیم. چی شد میشه؟ چه مشکلی با چراغا هستش؟ چراغا برقا رفت؟ فکر میکنم که از اتاق بیرونه، همون استورم اوتساید. بچه همون چیز داری برق و فیوز اینا توشه، نمیتونم بهش بگم. چه برق رفته؟ برم چکش کنم، همون برقا چک کنم. اوکی بچه قراره بچه اینجا بمیریم. بچه میدونستید چقدر ترسناکی بچه. گفت بیرونه. بیرون و یه جبه فیوز باشه دیگه الان یا نه؟ به اتاق بچه اتاق نو این در باز نکن، اهمیت نداره چرا. این 8 باز بچه نمیشه. چیکار کنم بچه؟ فیوز کو بچه؟ فیوز چیزی خوره که بخورم
میگه هیچ نوتی نیست که بگه غیر از کاره و این یه کیپد داره، یعنی رمزایی فکرم داره. شاید بتونم یه کدی وارد کنم. چه کد 8 بود دیگه. 8 بود دیگه. بعد وارد کنم. دیگه چرا خوش کد اون همشه دارم نگاه میکنم. 2 وسط بچه 8 2 8. چون بچه نوتی بچه اینجا نیست. نوت پوت بچه باشه دیگه چند تا. اوکی بچه خون نیست. بچه یه نوت میگه اونا رو گوش نده لطفا. 4 284 248 نمیم 284 من بود دیگه. 284 بچه من داشته دنبال نوتم. بچه نوت شما دیده بچه دارم میگید دیگه. آره چیزه با ما مهربون باشید و بگید اگه نوتی دیدید. روی نیست نوت. نه بچه ها نیست. داخل چی؟ داخل شاید نوت باشه دیگه. بچه من پولمون نگرفتم رسید. نوت دستشویی نوت دوستش چه بچه تا الان پیدا کردم. بریم دستشویی چه بودم نوت نیست. اوه بکنیم کردم. اوکی بریم بچه فیلز بچه بچه در چه جا. ای وای بچه هیولا. بچه هیالو ای وای. داداش وارش فکرم میخرده بمیریم جانم. یو چت میتونم 3 تا ساندویچ برگر داشته باشم. چیز برگر داشته باشم با سیب زمینی بزرگ اضافه. چت با کی داری حرف میزنی تو؟ میگه که بگم که ببخشید ما سرو نمیکنیم، ما غذا سرو نمیکنیم. میگه اومدی رستوران داداش دم در نخوندی نمیشه پلنت شاپ کوری بدبخت لعنتی. اونها غذا ندارند. ما پخته شدیم، ما هم زاگه شدیم. چت پس من 5 تا گلدون بده با خاک لطفا برای گلهامه. برای کسی رو توش دفن میکنی که 5 تا گلدون میخوای با 5. نه یه لحظه نیفت. بچه بگیر چقدر واقعا بچه بعضی از مشتری بچه رو مخن واقعا. 5 تا گلدون با خاک بگی ببر. یو این لجیت چی میگه؟ چه کلماتی داره استفاده میکنه؟ چت لگیت کوک یو. ما اینو گرفتیم. چت بود بزن بریم. اوکی. داری میخوریش؟ نشون جونه دستم نشون بچسب به تک سلولای بدن و گوشت شه. چرا پولم داده او؟ هجت نیازشو نداریم؟
چرا سانسوریا گل سانسوری بچه سانسوری ما نداریم نه ما سانسوری بچه نداشتیم سانسوریا اومد سانسوریا این از اون گله بچه سانسوریا خوبه سلام آقا بسی سلام زیبا من تو رو اینجا دولت ندیدم من تو رو ندیدم دولت بقیل بانمکی ها بیش شما چی میگی؟ اونها گفتن که این خیابون خیلی خطرناک در شب ولی اگر من با تو بودم تو نیاز نبود که نگران باشی مثلا نیازی اصلا به نگرانی اصلا ندارم اصلا من نگران نیستم الان به من یه دونه گلدون بده با یه گل قرمز زیبا مثل عشق من برای تو باش ببخشید گل میخواد گل که نمیخواد ببخشید گل میخواد گیاه که نمیخواد گل قرمز میخواد مثل عشق من مثل عشقش به من وای خدا خدافظ خیلی قشنگه دقیقا مثل تو دوست دختر داری؟ زود باش شماره تو بده و من قرار تو رو واسه فردا صبحانه برم بیرون باشه بهش میتونیم بگیم که باشه بهش شماره فیک بدیم یا بگیم که نه ممنون بدبخت حول دوست دختر داری بیشو به تو لاسی؟ you're lost یعنی تو باختی همه چیزایی من بردم تو رو گوام شه بابا چرت و پرت داریم چرت و پرت پولش اضافه چه آوردیم من $5 بچه پول داریم بریم $70 میدیم بخریم دیگه آره گل سلام خوب هستید سلام تو از دو اطراف اینجایی آره من اینجا یه سال پیش اومدم به تو چه مشتری پرو تا من ندیدم من اینجا با همه همه خانواده‌ام زندگی میکنم و توی این شهر میدونی درباره کرس میدونی بچه کرس یعنی چی نمیدونم نه بعضی مردم میگن که اونها یه هیولاهایی بودن که نصف مردم رو توی این شهر کشتن 30 سال پیش من الان چه میدونم یه افسانه یه واسه 30 سال پیش یا یه حالا اتفاق من چه میدونم بعضیا میگفتن که اونها قرار برگردن افسانه جالبیه چی قراره بخری آقا یا اینکه میگم او تو میخوای چیزی بخری یا نه بگم افسانه جالبیه بریدم بهش دیگه دارم به هر حال به من 2 کالاثیا بده و یه دونه گلدون با 3 گل سفید یه گلدون 3 گل سفید آب این آب از چی در اومده از کوههای آلپ گرفتمش و توی چی بچه آبپاش طلایی که از طلا ساخته شده ریختمش میدونی چیه؟ نظر میخوای؟ آره نبایست آب ندارم چه سریع چرا رشد کرد سریع ببر این چیزی نیست که من نیاز داشتم که سفارش شدم چی میخوای؟ بچه 2 از اینا بچه میخواست چه سریع چقدر آب سریع میده ببر خداحافظ مرسی به هر حال ولی راستی میتونم از دستشویتون استفاده کنم بله این دقیقا سمت راسته میشه بهش بگم نه خیلی چه اصلا روزی میداری که مشتری دستشویی استفاده کنه مرسی اوکی مرسی و راستی درباره هیولا گیر کردم سقوط میکنه و من به تو تایم بعدی میگم خدافظ ببینم بیا انعامت واسه اینکه خیلی سریع بودی انعامم نیست این پول گل‌هایی که من فروختم چون نمیفهمیدین اینو شما مشتری دستشویی آره
چه قراره ما رو بکشه. سلام آقای جوان. خب بستید سکوت میکنه، یه سلام میکنه بی ادب، سکوت میکنه دوباره. دوتا سانسوری به من بده و دوتا گلدون با یه گل سفید. همین حالا چه بد چیزی بد اخلاقی گفتی. دونه سانسوریه، دوتا سانسوریا خوش بچه سانسوریا ببخشید، خوش بچه سانسوریا بچه خریدیم. اوکی بچه ما مثل که قراره تست همین یارو کشته بشیم چون خیلی یارو آدم بی تربیت و بد اخلاقی هستش. و بچه گفت بابا گفت که دوتا گلدون با دوتا گل هم میخوام دیگه. آره دوتا گلدون با دوتا گل. بچه کار بچه داره سریعتر میره چون این آب خیلی بچه داره کمک میکنه. بگی ببر هیچی نمیگه، پولمو فقط میدی. خوبه نگفتی انعاممو دادی به تو. از دستشوی اومدی بیرون هنو؟ بی دست میدم واسه امشب بسته. میرم که مغازه رو ببندم و روزو تمام کنم. اوکی برو مغازه رو تمیز کن. گفت بخواب اوه ایو بچه مشتری من شما این یارو که رفت دستشوی بچه رفته اومده اینجا ریده رفته دستشوی. تو باید دستشوی میخواستی استفاده کنی که برقصی فقط توش. خیلی خوب میرقصی آفرین. ببخشید آقا. ای وای در رو بست. جارو رو بده من. بچه ها مردم دیوونه شدن. یارو رفت دستشوی داره میرقصه. چندش خوب میرقصید. یه ادامه دار میشه بچه ها. شیفت تمام کنم بچه ها. هنوز دستشوییه من چی شیفت تمام کنم. لعنتی تو منو ترسوندی. من هیک هستم هیک هستم امروز. هیک این پسر من هستش. نه میگه امروز هیک بچه هیک بچه بفهم تیدشه تیکشه هیک تیکشه هیک تیکشه. خب این پسر من امروز روز تولد پسر منه. میتونم بیام داخل هیک. اوکی ولی من نزدیکه ببندم سریعتر انجام بده. نه ما بسته بچه ها امروز تولد پسرشه. بیا تو بیا. مرسی خیلی ممنون هیک. خوش بخوام بفرمایید آقا. میدونی هیک پسرم عاشق اینه که از گلها نگهداری کنه. منم همینطور. و این به خاطر اینکه ما هر سال براش یه دونه گل جدید میخریم توی بس روز تولدش. حتی بعد از اون حتی بعد از چی اتفاق افتاد. بعد از چیزی که اتفاق افتاد لطفا به من یک کالتی یا همچنین بده و این گل مورد علاقشه و یه شیشه آب به من بده. یک لیوان آب به من بده لطفا. که لیوان نیست این ویسه. خب اسمش یعنی هم گلدون ولی خب اوکی بیا. خاک هم آب بگیر. بفرمایید آقا. خیلی ممنون هیک. تو منو یاد پسرم انداختی. من خوشبالم پسری که تو پدرشی.
نه بد به حال ذکر پدرشی. خیلی عجیبه رفتار میکنی. تو چی گفتی؟ من هیچ نگفتم. اوه من فکر کردم که من خیلی مسته کردم. منو ببخش. حاج آقا از تو بعیده. سنتون نگاه، از سنت خجالت بکش. تو بچه داری، تو روز تولد بچه گیر افتاده بچه اینجا. چه بکنم برم. تو دستشویی میخوای بیای بیرون؟ دارم میبندم ها داداش. نمیخوای بیای بیرون؟ دارم نقاضه رو باش بمون همینجا. درکا نقاضه رو قفل کنم. نه بباش تا بباشم ماشین چی کنم. روز اول تمام شد. اوه بچه پشت بغل شده داشت مینوشید. میشن های مجاز. آخه بچه هم گل چی بشه؟ اوه کپی رایت. ده عالی بود. عالی بود بچه، بی‌نظیر بود. نظر شما چی هست؟ تو کامنت بگید. در یکی دوسته باده بعدی چی باشه. اوکی بچه ها، مثل که داره دوباره میسازن، همین دارن آپدیتش میکنن و شاید اگه بی پول اگر پولی نبود دارم بگیرم و بازیش کنم بچه ها. خیلی ممنون که اینجا بودید. مرسی همین خدافظ.